دوستانی عزیز، دوستان برای پیشرفت کاری ما обуна шуданро ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. ин ҳама заҳматҳо ба хотири шумост. барои заҳматҳои моро қадр карданатон аз шумо сипосгузорем. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон. салом дӯстони азиз, ба шабакаи аслии мо дар ютуб бо номи Умедҷон HD обуна шавед ва филмҳои наву ҷолибро бо сифати баланд ва бо шакли пурра тамошо кунед. дастгирии шумо пешравии мо. Умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. Умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. تاجیکستان به پیش همیشه به پیش وطنی جان به پیش همیشه به پیش ملکی جانان به پیش همیشه به پیش دوباره خم دوباره عشق دوباره درد دوباره رشت گریه نکنی قابی خرسدی تدرد کش به خاکی مادر بگه بچهش به وقتی خشای نگاه همه دل را بابا امو گرده سر شای رسیدی با مقصدت عشقش به حالت رحمت برای آمدنت گریه هم حلالت دیروز آور دل را بارا فیضا بدا شمال شک بگل یاری مرا سختانم حلالت. اگه خبر شون که مادرشان زنده است با دستماه و چتن از قهر زیاد دیوانه خود شدن، از ما حساب خود پرسیدن گفته باشم این موضوع رام بان چتن شاید او را قاتل پدرش فکر کرده قصد جانش کنه. خدا نگاه کنه. با هم دیگه زیاد روی میکنی زحل. چتن تو هم مشناسی و ما هم مشناسم. درست از قهر میشه داد و فریاد میکشه اما کسی را از بین مردن نمیتونه. یعنی اجازه بدم که برشان بگویم؟ بان که بگویم و ما چی؟ هر چی که میشه شوه. دایی موضوع غرض نمیگیریم. چرگوت 20 سال میشه که ما دایی موضوع غرض گرفتیم. نیکی فراموش کردی. اگه اولادا درباره این موضوع بفهمن درباره امام خود فهمیدن باز نگویی که نگفته بودیم. دمت تلفن رو جواب بده. لطفاً دمت لطفاً. عشقم با خاطر کمرای کاکایم کار نمیکنم از عشق خود منصرف میشه. دمت؟ بله چطور من هستم سحر. خواهر تو هستی؟ خانه آمدم اما دیده نتونستمت. خواستم برات خبر بدم. شب سالگیری تو رو از فراموش خونه کردی اما تو نیست. خواهر چطور میتونم فراموش کنم؟ بیا هر روز برام خبر میتین. شما تشویش نکنین درست است؟ خوش کنین و وقت نکنین. شما را متعجب میسازم. اثر وقت بی. درست است خواهر جان درست است. تو فکر کردی اگه اونا بفهمن باز چی خود شد ترگو؟
در اصل همون وقت ما اشتباه کردیم که چناره اینجا وردیم. با مادرم چطور حساب خود دادی؟ او سر ما قهر میشه. هیچ کدام راه نجاتی نداریم. اما وقتی اولادا از این خبر شوند مادر خدا بپذیرند، باز مادر ما مجبور میشه قبول کنه. همراه نواسای خود جنگ نمیکنه. باورم نمیشه ترگت. اصلا نمیترسی که چنار از حقایق با خبر شود؟ زحل، حاله که موضوع خلیل بسته شده دیگه چنار با ما مشکل جور نمیتونه. تو هم او را راحت بان. اجازه بده به اولادای خود برسه. گفتنش خو آسانه، اما او بیچاره 20 سال از خاطر ما از اولادایش دور شده. تو تحمل نکردی که قدرت 2 روز از ما دور باشه. بانش که بره جانم، با اولادای خود برسه. تو نمیفهمی ترگت. هیچ چیز نمیفهمی. این موضوع با اسما و چتن تمام نمیشه. نوبت قدرتم خود رسید. چنار بچه مازم خود گرفت. ما ایره چطور برات بگویم قدرت بچه ما نیست؟ چطور حقیقت برات بگویم؟ بفرمایین. راز بخیر خانم. اسما پویراز شما هستین؟ اسما در بیرون است. من میگیرم. اسم و تخلصتان اینجا نوشته کرده، امضا کنین لطفاً. درست است. تشکر از شما. تشکر. از لندن آمده. دانشگاه حقوق. ایده که چی است؟ برسا مستری به دست آورده. ایره بیبی، من فکر میکردم که چطور از اون نجات پیدا کنم. حالا فرصت خودش به شما آمده. از ماست کشور خارج میره و مام دیگه ازش نجات پیدا میکنم. خیرت باشه. رخصتی چی؟ هنوز چاشتم نشده. در بیرون کار داره، باید بریم. حالا دیگه زود شو. دمت به توجه اینجا میباشه. حالا بیا که بریم جانم. چی کار داریم؟ کجا میریم؟ سوال نکن، وقتی که رسیدی باز میفهمی. حالا دیگه از اینکه نوقت شوه بریم جان. انشالله خیرت باشه. من دستکول نگرفته میایم. دمت ما و چنار تا یک جای میریم. دکان با توی امانت است، متوجه باشی. درست است. بازم ناوقت کرد. به خاطر که من اذیت کنه و قصد ناوقت میآید. اما اگه کار دفترش می بود ناوقت نمیکرد. به خاطر گرفتن یک امضا 3 روز است که من منتظر خانم ملدا هستم. میشه از این بابت ببینید. شاید که ملدا خانم در موضوع طلاق هنوز تصمیم نگرفت. حتما از این خاطر ناوقت میکنه. یعنی هنوزم شاید یک امید باشه که خانواده‌تان نجات بتون. آقا عمر، با این کارایش من فکر نمیکنم که دیگه به هم برسیم. خب حالا دیگه منتظر چی هستین که باید بفهمین؟ همه چیز معلوم شد. سلام ملدا خانم، خوش آمدید. بفرمایین. خوش آمدید. مهم نیست. میبخشی؟ به خاطر که ناوقت آمدی معذرت خواستی. باز ما هم گفتم که کدام گپ نیست. فکر کنم کسی که باید معذرت بخواد تو هستی. میدونی که به من بگویی دعوای طلاق باز کردی. قبل از اینکه همراه من گپ بزنی همراه دوستایم گپ زدی. فکر کنم تو باید معذرت بخوایی. ما دیگه در قصه کارای تو نیستم. وقت ما نافضای خود شد. اگه سحر با وجود ای همه چناره ببخشه باز دیگه هیچ کس مانیشون شده نمیتونه. بیاز ضعف مارخو میفهمه قدرت است. به خاطر گرفتن اولادش هر کاری که از دستش بیایه انجام میده. باید یک راه حل پیدا کنم که چناره از پای بندازم. اما چی راهی؟ بله البته.
چرا قبلا این مفکوره در فکرم نامده بود؟ حالا برات نشان میتم که ارزشت چقدر است. بله سحر جان، چطور هستی؟ بالای من قهر هستی؟ نه خیر خانم کاکا، کاش همراهیم هم نظر می بودی، اما البته که به این خاطر سرت قهر نمیشم. جانم مام بیازو همیره میگفتم، میفهمم که جدی رویه کردم. بعد از رفتن تو بسیار زیاد فکر کردم. به نظرم وقتش رسیده که حقیقت به خواهر بیادرت بگویی. واقعا جدی میگی؟ بله جانم. امرای کاکایتم گپ زدم و ما میره میخوایم. زنده باشی خانم کاکا، بسیار زیاد خوش شدم. همدست بودن شما برام بسیار مهم است. این گوش که برات چی میگم، امشب سالگیری دروره در خانه ما جشن میگیریم. در ضمن قسم مام هم دستت خواد بودم. چطور اسمام این وضعیت باسانی قبول خواد کردم. راست میگی، اگر تو قبول کنی باز اونا بزودی قبول میکنن. اما خواه آمدگی خدا شروع کردیم. چی فرق میکنه؟ همیشه گرفته اینجا بیار. مام با جانان میگم که بعضی چیزا را آماده کنه. درست است؟ درست است. من همیاله میایم بازم میبینی. خب دیگه خدا حافظ. منتظر هستم جانم. بیاین دیگه. امشب ماجرا برپا خواهد شد. ببینیم که غافلگیر خواهد شدین یا نه. خواهر بلیاز خدا بگو که کجا میریم، تشویشم زیاد شده میره. خداوند صبر کنندگان دوست دارد. چنو کمندگان صبر کن، وقتی که رسیدیم باز خود فهمیدی. گفتم که ناوقت نکنیم. امشب سالگیری نوستیم است. اگر ناوقت کنم باز خوب نمیشه. این را میفهمین که تمام گپا را به اولادم میگو. چقدر تشویش میکنی دختر؟ در ضمن نبرد میگم سر وقت به خانه میرسی. البته اگر مرا در کارم بانی چنار جان. قبل از امضا کردن یک باری را بخوانین. بفرمایین. به نظرم شما زیاد عجله کردین. کاش که قبل از امضا کردن با هم گپ میزدین، چون یک خانواده به سختی آباد میشه. میخوایم با هم گپ بزنین تا دوباره پشیمان نشین. ما میخواستم که گپ بزنم اما ملدا خانم از عادت خودش بیکار نمیشن. بهزو وقتی که بالات فشار میای باز مرا مقصر میدونی. همیشه همین کارا میکنی. بجایی که مرا مقصر بدونی یک بار فکر کن و ببین که خودت چی کردی. به خواست خود تصمیم طلاق گرفتی. حتی یک بار از من نپرسیدی. من از دهن دیگران از این موضوع خبر شدم. مرا پیش دوستایم بیاب ساختی. بیاز همیشه تو با فکر دوستایت هستی ملدا. همیشه اونا برات مهم بوده به خاطر که بنازی تو ماش ندارم. همیشه تو مرا به عزت ساختی فقط که تا حال کسی با پول آدم شده. چرا که دنیا کسی را خوشبخت نمیسازه. قبلا خوی قسم نبودی ملدا. مرا به خاطر خودم دوست داشتی. کاش که تو هم همیش مثل گذشته باقی میموندی ملدا. کاش بجای به عزت کردن من مرا دوست میداشتی و هم سفر خود میدونستی. بیازو به خاطر تو ده حالت رسیده. چی ربطی داره؟ ما تو را همیشه قسمی که بودی قبول کردیم. برو. راست میگی. هیچ وقتم کوشش نکردیم که حتی برای یک بار تو را با دیگران مقایسه کنم. لطفاً آرام باشید. با جنگ و دعوا هیچ مشکل حل نمیشه. بگی اینه خواستت پوره شد؟ دیگه نمیخوایم هیچ وقت تا چهره تا ببینم. بشین بچین. چطور هستی؟ امروز کمی بهتر هستی؟ درد خو نداری نه؟ زنده باشی پدر جان، خوب هستم خدا را شکر. چرا فیلم خاموش کردی بچین؟ بان کردیم ما فیلم ببینیم. چون حال وقت خبر است پدر جان، فکر کردم که شاید خبر ببینیم. به از او خبرهای خوش نیست، آدم جگرخون میسازه. امروز اردوی ما 6 فیلم میبینیم و اردوی ما لذت میبریم ها. جانان میشه یک دفعه بیایی؟ جانان جان برای ما پلا پخته کن، خوب زیاد پخته کن. درست است آقا. خواهر اینجا چی گپ است؟ چرا آمدیم؟ امروز برات یک روز خاص است.
اجازه نمیتونم در سالگرد همراهی لباس کهنه بری دختر جان، فهمیدی؟ خواهر جان فکر خوب کردین، خوشم شدم، اما چی لازم بود که مصرف کنین؟ بجایی باید به نواسیم یکان چیز میگرفتم. در فکر پول نباش جانم، پولشو ما میتم. میخوایم برد یک توفه خوبش بگیرم. قسم نمیشه، قبول کرده نمیتونم. بسیار برم کمک کردین، به توفه ضرورت نیست، لطفا شلگی نکو. زیاد گپ نزن دختر، من خواهرت هستم، مثل یک خانواده هستیم. دلم خواست که با خواهرم توفه بگیرم، گرفتم. دیگه چی گپ است؟ درست است، باور کنین مرا میشرمانین. بیبی این بسیار مقبول است. تراز یاد نبود میتا دختر. حالا دیگه یک دفعه بپوش. حالا واقعا زیباست. بیا جانم بیا. تشکر. بگی بچه. در قسمت اول فیلم مامی بچه بازی کرده؟ بله در قسمت اول فیلم مامی بود. او مادر جان بیاین ما و پدرم فیلم میبینیم، شما هم ببینید. نه خیر بچه‌م تشکر. بیا زحال همیال شروع شده، هنوز قدر زیاد تیر نشده. بیا. نه خیر شما پدر و بچه لذت ببرید. هر قسم که تو میگی. ما ترا به هیچ کس نمیدم. اجازه نمیتم که خانواده ما تباه شود. قدرت بچه ما است. ایره هیچ کس از پیش ما گرفته نمیتونه. نوش جانتان. روز خوش خسته نباشین. دمیت خواهش میکنم قسم نکو، یک دفعه گپ ما بشنو. چطور نمیبینی که کارم زیاد است؟ در ضمن به تو هیچ وقت هم ندارم، فهمیدی؟ نمیتونی همه را از بین ببری لطفا، فقط گپ ما گوش کن. تا همراهم گپ نزنی هیچ جایی نمیرم. خداوند خیرت بده، مرا شرمنده ساختی، حقت ببخش. بخشیدم دخترم، با خیر خوبی که نکنی انشالله. میخواستم برات یک لباس قیمتی بگیرم اما برگ سبز توفه درویش همه قدر از دستم آمد جانه. خواهر جان قلبت بسیار پاک است، بیزو همین مهم است. امروز تمام دنیا را برم دادی، خداوند تو رم خوش بسازه، خداوند برکتش نصیبت کنه. آمین دخترم، در دهنت برکت. ای بسیار مقبول است، به نواسم بسیار میزیبه. بیا که بریم بخریمش. نه خیر خواهر، بان که توفه نواسم خودم بگیرم. خوب سعید، خودت بخر. چیزی که میخوای برام بگویی زودتر بگو، زیاد وقت ندارم. همراه خوب رفتار نکردی دمیت، همه چیز از بین بردی، نماندی که مگه پای بگویم برات. قسم رویه که دیگه برات ارزش ندارم، قسمی که احساسات ما به تو هیچ ارزش نداشته باشه. حتی تو ایران فکر نکردی که من چرا پیشنهاد کاکای من قبول نکردم، دلیلش هم نپرسیدی. فکر کردم اما عقلم قبول نکرد که اصلا دیدی که قسم یک فرصت از دست بده. چطور؟ دلیل منطقی وجود نداره جانم، از او خاطر هیچ کوشش نکن. هر چیزی که بگویی تصمیمم تغییر نمیکنه. از 2 سالگی تا حالا کاکای مرا حمایت میکنه دمیت. وقت خانواده ما از دست دادم ما 2 ساله بودم. اسما یک طفل کوچک بود و خواهرم به اندازه 2 رو بود. بعد از او روزا نه پدر داشتم نه مادر.
بعد از او روزا کاکایم سرپرستی مرا به عهده گرفت. خداوند از اونا راضی باشه دمت، حقشانو نمیتونم ادا کنم. اما خالیگاه قلب من تا حال کسی نتونسته پر کنم. ما یک طفل خرد بودم، بسیار خرد بودم دمت. او وقت قسم خوردم وقت کلان شوم یک زندگی خوب به خواهرای میسازم. اما ببین کلان شدم، اما هنوزم مثل یک مهمان در خانه کاکایم زندگی میکنم. بسیار برام سخت است، لطفاً مرا درک کن. چرا خدا مهمان فکر میکنی چتن؟ هرچی نباشه تو هم وارث او خانواده هستی، بیادرزاده اصلیشون هستی. در او شرکت تو هم حق داری چتن. ما در او شرکت چی حق دارم دمت؟ تا هنوز با او شرکت هیچ کار نکردیم، بلی از خدا کاکایم به تنهایی خود تو شرکت پیش میبره. ما هیچ حق ندارم. اگه تو حق نداری پدرت خو حق داره. یک قسم گپای حق و نق نزن. هر چی از برو کار کن. تو را چی غرض؟ باور کو اگه به کدام کار دیگه بری بازم نصف معاشی که کاکایت برات میتره به دست نمیاری. ای که چقدر به دست میارم برات زیاد مهم است؟ بله مهم است. من نمیتونم که یک قسم همراه زندگی کنم. گوش کو اگه تو از این فرصت استفاده کرده نتونی باز باید آیندهشان فکر کنی چتت. یعنی آخرین گپت نمی است؟ رابطه ما با تو قدر ارزش داره؟ بله من گپای آخر ما گفتم دیگهش مربوط خودت میشه جانم. خوب فکر کن، هر چیزی که میخواستی انجام بده. هلا دخترم فقانا رابطه که بانو مامان مخالف کمک خاطر نموزی میکنه ازشون دوام میخوایم. درست است یک دانیم هر قسم که خواسته باشی. حالا دیگه زود چون که وقت میشه. گفتی که در خانه کاکایم جشن میگیریم، چیز نگفتیم. در ضمن ما چرا باید وقت بیاییم؟ ما هم برای شما میریم. همه تو نیز ارجمند باید بریم. با من فرق نمیکنه. حتما کاکا ترگت همه قسم مناسب دیده. به خاطر قسم گرفتیم که شما به زحمت نشید. همه که ما آماده شدیم باز براتون زنگ میزنیم بریم. بله اسما جان، میخوایم سالگیری درو را در خانه شما بگیریم. شما هم وقت نکنین، درست است؟ درست است سرجان، چند بار برام گفتی فهمیدم. تشویش نکن و وقت نمیایم. میخوایم شما را متعجب بسازم. از او خاطر چند بار تکرار کردم. درست است سرجان، سر وقت میایم، وعده میکنم. درست است جان خواهر، خدا حافظ، باز میبینیم. بله چطور؟ خانم کاکایم خواست که سالگیره را اونجا بگیریم. گوش کن خانه ما نیایی، مستقیم به خانه خود بریم. امروز میخوایم شما را متعجب بسازم. تا وقت نیایی. درست است خواهر، چند بار گفتین تا وقت نمیکنم، همیال طرف شما میایم. درست است، بازم برات میگم. حالا دیگه خدا حافظ. حالا دیگه دخترم بیا که بریم. میشه با بردن اینا تا تاکسی مرا کمک کنی؟ به خاطر یک تمام عمر خود از دست دادم. اجازه نمیتم که خانواده ما کسی تباه کنه. میبینیم که امشب به اولادایت میرسی یا که به همیشه از اولادایت دور میشی چنار جان؟ چنار مستقیم به خانه برو، فهمیدی؟ لازم نیست که به دکان بی، من متوجه همه چیز میباشم. قسم نگو خواهر، بسیار زیاد شرمنده شدم. بان که امروز تا شام کار کنم. در ضمن دکانم زیاد بیربار است. امروز رخصت هستی دختر، برو او یگانه مودگی بگی. اگر خداوند بخواه امروز تقدیر تغییر خواد کرد. خداوند ازت راضی باشه. برن دعا که درست است. انشالله امروز همه چیز خوب خواهد شد. همیشه برات دعا میکنم. انشالله که همه قسم اونا را دعا خوش خود گرفتی. حالا دیگه برو که ناوقت نشه. خداحافظ. زنده باشی خواهر جان.
کاکایم زنگ زده بود، گفت که به خانه ما جشن بگیرین. ما هم قبول کردم. اونا هم دست ما می باشن تا حقیقت بچه‌تون از ما بگوییم. اما زحل خو مخالف ما بود دختره. چی شده که قسم فکرش تغییر کرد؟ سحر دخترم نشه که زیر کاسه نیم کاسه باشه. حتما عقلش به سرش آمده. وقتی که فهمیده ما حق به جانب هستیم باز قبول کرده. تو هیچ تشویش نکن مادر جان. به هیچ کس اجازه نمیدیم که خوشی امروز ما را از بین ببره. دلت جمع باشه. انشالله دخترم. خب ما آماده شده پیشت میایم. خوش آمدین. اسما برد یک نام آمده در سر میز ماندم، باز ببینش. انشالله خیریت باشه. باورم نمیشه. از لندن آمده. باورم نمیشه. اونا پیشنهاد ما قبول کردن. به لندن میرم. تبریک باشه خواهر جانم. بسیار زیاد خوش شدم. بسیار زیاد خوش شدم. تبریک باشه خانم اسما. انشالله موفقیت های بیشتری نصیبت شود. بسیار زیاد تشکر. چی شده شما؟ چرا جگرخون شده؟ ما بورسیه را خواسته بودم اما پول میخواه. این قسم رفتن نمیتونم. یعنی روزای لندن رفتن به گور خود بردم. یعنی چی؟ ما به کدام روز هستیم؟ ما به عنوان یک حقوقدان تمام مصارفت میپردازیم. اما زنی سمر ما به خاطر رسیدن به خوابهای سهم خود گرفتیم جانم. دزم جاید همیشه همینجا میباشه. وقت ما سری تگرفتی همراه ما کار خود کردی. تشکر، زنده باشین. اما ایره قبول نمیکنم. باید یک روی دیگه پیدا کنم. چرا قبول نمیکنی عزیزم؟ ایرام یک بار فکر کن. وقتی که برگشتی همراه ما کار کرده پولش باز بپرداز. لطفاً شله نشو. کاکایم هم زیاد برنده مورد گفته بود اما قبول نکردم. من وقت زیاد دارم. دوباره ازشان برسیه میخوایم. بیاز نمبرم بلند است و اگر دلم خواست باز قبول میکنم. درست است، هر قسمه که خواسته باشی. اگر نظرت تغییر کرد باز برام بگو. بازم تشکر. میشم روز وقت برام. سال روز تولد خواهرزاده‌ام است. میخوایم برش تحفه بگیرم. البته رفتم میتونی. خواهر کلچا بسیار مزه‌دار است. یک دقیقه نه که میخواین مرا غافلگیر بسازیم؟ نه خیر مادره. خالای شب پخته کرده. چیزی که شما را متعجب میسازه این نیست. بعداً باز میگم. چطوره؟ اینجا مقبول شده؟ بله مقبول شده. بیازا خواهر یک دانیم. اتاق بسیار مقبول ساخته. اما تو نیست قند ماما؟ اینجا بسیار زیاد مقبول شده. زیاد زحمت کشیدین. با کمک ضرورت دارین دخترم؟ نه خیر خانم کاکا زنده باشین ما میکنیم. بیازو کم مانده. بله درست است. عجله کن، مرا منتظر نمان. زود به خانه بیا. حال بخیر. امشب همه چیز خلاص میشه. چی دروغ بگویم؟ واقعا مرا بسیار حیران ساختی. بعد از اینکه او گپا را به سحر گفتی اصلا فکر نمیکردم نظرش تغییر کنه. قلب مادر از دیگه ترگوت جان نتانستیم. 20 سال او بیچاره از اولادایش دور بود. خواستم که امشب با هم برسن. آفرین زحل، بسیار کار خوبی کردی. راستی ساله را کدام جایی روان کردی؟ هیچ ندیدمش، معلوم نمیشه. بله ترگوت، او را روان کردم که کم خوردنی بیاره. به خاطر امشب یک غذای خاص فرمایش دادیم. خوب کردی. متوجه باش کدام چیزی کم نشه. تشویش نکن ترگوت جان، من متوجه همه چیز می باشم. بله مادر. بله دخترم. حرکت کردی؟ خوش کده باشی که نه وقت نکنی. حرکت کردم چند دقیقه بعد میرسم. چطور آمده؟ اسمام دراز. هر قدر که به محفل درو نزدیک شدم. آمین. بچه مصروف هستی؟ بیاین پدر جان بیاین، مصروف نیستم.
آفرین بچیم. درس میخونی؟ درسم کم پس مانده بود پدر، خواستم خلاصش کنم. البته میتونی بچیم، تو بسیار لایق هستی. ایره بگی بچیم، موترت دوباره برات میتون. ای کلیدی موتر خودم از پدر دوباره برم میتین؟ بله بچیم برات میتون. بی از او چتنم موتر نمیخوایم، میگم موتر خوش ندارم. بسیار تشکر پدر جان، زنده باشین. وعده میتونم که دیگه جگر خونتان نمیسازم. میفهمم بچیم، بی از او همیشه بالای افتخار دارم. حالا دیگه درس های بخوند قدرت. زنده باشین پدر. آقا ترگت اگر می شبا نباشه باز دیگه هیچ وقت دیدن نمیتونیم. ما یک خانواده هستیم، نمیخوایم که فاصله ها زیاد شوه. ام بتونی سرجمن؟ بله، یعنی ترگت پدر برای ما زیاد کمک کرده به ما و به سحر از کوکا کرده بیشتر وظیفه پدر بودن انجام داده. زنده باشین، خداوند کمتان نکنه. یزنیمم شروع کرده توبه خدایا. ما خوبی خیادت کردیم به خدا. همین که به خواهر ما دور و ضرر نرسه ما دیگه کار ندارم. خوب شد که بخیر گذشت. چطور هستی؟ کمی خوب شدی بچیم؟ لطفاً از ما قهر نباش، تو را جگر خود دیده نمیتونم. هر کاری که کردم به خاطر خوبی تو کردم بچیم. بسیار مزه‌دار از خالای شبه زحمت شدین. نوش جان دخترم. شیرینی های بازار به این نمیرسه، مثل کلچه دست پخت مادر هستمتونی. من این سر میز میبرم. کیک آمد. مام شماره جور میکنم. سحر دخترم بته ما جور میکنم. از خوشی زیاد دست و پای میلرزه. البته دیگه آسان نیست. حسرت سالا دوری دیگه خلاص میشه. هیچ آرام بودن نمیتونم. فکر میکنم که حال صحف خود کردم. انشالله که خواهر و برادرم قسمه که فکر میکنم عکس العمل نخواد نشد داده. اول شاید حیران شود، بعدا باز قبول میکنن. انشالله ساده نیست. 20 سال ما از مادر خود دور بودیم. رسیدن به مادر حق همگی ما هست. اونا را از یه حقشان محروم ساختن نمیتونن. حق با تو سحر جان. بهترین تصمیم گرفتی که حقیقت به همه بگویی. تو هیچ تشویش نکو. ما و کاکایت همراهیت هستیم. با یک شکل بسیار خوب کلشان خاطفا ماندیم دخترم. آقا دیگه خیلی منتظر خوردن کیک هستن. توبه درست است. این آماده میکنم. باش روشن کنم. نزدیک شوه. اینجا را ببینه. دقیقا فریاد کنید. خدا را شکر میکنم که تو را برم داد. تمام دوستی های مستی. تشکر مادر جان. با پدرتان ماچ بده دخترم. تشکر مادر جان. تبریک باشه. آی مقبولت
خاله سالگیری مبارک. تشکر خاله. دختر قنده. تشکر خاله عایشه. خدا را شکر که این روزم دیدم. ببین دایی چی است؟ تشکر ماما جان. سالگیریت مبارک باشه. فکر میکنم تو فراموش کردم. فکر کنم وقت تو تکردن کیکه. بیا عزیزم بیا اینجا بشین. بگی بچیم آفرین بگی. چطور بسیم اما گلاسه با ما بده. خانم کاکا مادرم چی شد؟ بالا رفت. یک دفعه میبینمش. حالا دیگه توفیتا باز کن. توفای چقدر زیاد هست. کم مانده مادر جان. همه که نان بخوریم باز همه چیز به خواهر بیادرم میگم درسته دختره. خداوند کمکم کنه بدونی که قلبشان را بشکنانم به یک شکل همه چیز برشان بگویم. کی بوده میتونه؟ کسی دیگرم دعوت کرده بودین؟ نه خیر فقط خود ما می بودیم. خیرت باشه انشالله. مادر کلان آسیا مادر خوش آمدین. هیچ خوش نامدین. بیخبر از من بسیار کارا کردین همتون نیست. از همتان دانه دانه حسابی خود گرفتم. دخترم مادر کلان. مادر کلان شما ما را غافلگیر ساختین. خوش آمدین. جانم همیشه خوش باشی یک دانم. عزیزم چی روزا به سرت آمد جانم؟ من هیچ خبر نشدم. مادر کلان جان خوش آمدین. اسما نواسی قنده. مادر کلان خوش آمدین. دستتان بته که ببوسم. آی برگکم صدقه زبانه چوم که مادر کلان میگه جانه. آی چقدر کلان شدی ماشالله. خوش آمدید. بسیار زیاد پشتتان دق شده بودید. ترگوت بچه مادر تا خوش آمدی نمیگی چطور؟ خوش آمدین مادر. خوش آمدین مادر جان. خانم کاکا اینا رو در یخچال بانید. داخلش بسیار چیزای خوبیش است. خب ما در جاش میمانمش. حالا چی کنیم دختره؟ نمیفهمم اما اگه مادر کلانم خبر شود که این کسی قیامت برپا خود در اتاق چتن خدا پد کن. ایران پیشت بگی ما باز اونجا میم. درست است حالا دیگه قدرتم نواسی قندم حتما صدقه داده بودی یک دانه. مادر کلان جان مرا چیز نمیشه نواسی شماستم دیگه. تو ایره بیبی خداوند نجاتت داد بچه. سحر دختره خوش آمدین مادر کلان. دخترم دستای چرا قدر سرد شده ها؟ راستی
هیچ متوجه نشدی. وقت میخواستی غافل گیر کنی باز قسم غافل گیر کن. مادر جان استاد ماندین، بفرمایین بشینین براتان قهوه میارم. مادر بفرمایید بفرمایید. جانان با مادرم قهوه بیار. خدایا تو کمکم کن. مادر کلان میگفتین که براتان موتر روان میکردیم. خدا با زحمت ساختید. خواستم که شما را غافلگیر بسازم و ببینم که بیخبر از ما چی میکنید. خوب کردین که آمدین، بیاد پشتتان دق شده بودیم. حالا چی کنیم ترگوت؟ اگه مادرم چنار در این خانه ببینه باز تباه میشیم. هر چی زود باید چنار از این خانه بیرون کنیم. مادرم از کجا میفهمه که قدرت و چتن عملیات شده ها؟ جانم ما براش گفتم که خبر شوه، اما ما فکر نمیکردم که خسته اینجا میایه. ما از کجا میفهمیدم دیگه؟ از قصدی کار کردی اما تو نیست. نخواستی چنار امرای اولادایش گپ بزنه. ترگوت بس کده چی گپ میزنین ها؟ مادر جان ترگوت میگفت که مادرم خسته است، باید اتاقش آماده کنیم. مادر جان شما خود اتاق برنده دار خوش دارین. جانان و زحل میخواین اتاقتان آماده کنین. مادر کلان فیدان شما رو میپاله، یک دفعه ببینی. درست است دختره. چی شده؟ مادر کلانم چی میگه؟ از ما پرسید که از چنار کدام خبر دارین یا نه؟ هر کاری که میکنین بکنین، فقط چناره از اینجا بیرون کنین. همیاله. درست است ترگوت جان، تو هیچ تشویش نکن، من راه حلش پیدا میکنم. چنار حال کجاست دخترم؟ در بالاست، در اتاق چتت. بیچاره شاید دست و پاش از ترس میلرزه. من رفته او را میبینم. درست ما میرم او را تنها ماندیم. سحر دخترم تو در سالون برو، نباید آسیا مادر شک کنه. درست است. به خاطر رسیدن به اولادم 20 سال منتظر ماندم. میگفتم که حال دوری ما خلاص میشه. باز آسیا مادر از کجا پیدا شد؟ اگه بفهمه که اینجا هستم باز قیامت برپا خواهد کرد. چتن و اسما را دشمنم میسازه. خدایا دیگه صبر کردن نمیتونم. نترس مستم. نمیفهمم که یکی و یک دم از کجا شد. درباره مریضی و چتن قدرت خبر شده. چنار چی شده؟ چرا قسم طرفم سیل داری؟ اگه تو برش نگویی، اگه ترگوت بیادر برش نگفته باشه باز از کجا میفهمه؟ چی میگی چنار جان؟ ما چرا باید به آسیا مادر قسم چیزه بگوییم؟ وقتی که زنگ زده بود بازت من از دهن اولادا شنیده. به هر صورت این همه ربان او زنده پایان آمده. باید یک کار کنیم. زحلال ما چی کنم؟ پیش ازی که آسیا مادر تو را ببینه باید از اینجا بری. قسمه که تا حال منتظر ماندی، بعد از این باید منتظر باشی. یک دفعه آسیا مادر بره با سحر امرای خواهر و بیادر خود گپ میزنه، اما حالا نمیشه. بیازو خبر خود شد. چی حاله چه فردا خبر میشه؟ بلی از خدا چنار جان تو چی گفت امیری؟ یعنی چی که خبر میشه؟ هر چی که میشه شوه. من میرم همراه اولادم گپ میزنم. میخوایم می درد خلاص شوه. چنار صدقه چاومی کار نکو. اولی ده فکر کو که بعد از چی خواد شد. آسیا مادر تو را قاتل اولاد خود فکر میکنه. فکر میکنی اجازه میده که با نواسایش نزدیک شوی؟ پیش ازی که تو دهنت باز کنی همه چیز برباد خود کرد. اگه اسما و چتن گپای آسیا مادر بشنون باز ده تمام عمر گپ تو را قبول نخواد کردن. چرا نمیفهمی؟ بلی از خدا ای کار نکو. ما مجرم نیستم زحل. سحرم سرم باور داره. البته که چتن و اسمان باور میکنه. میفهمین فکر کردم که دیاره گاز میخوره. یک دم تکان خورده. از حالتم خواهش نپرسین. ترسیدم. هیچ نفهمیدم که چه قسم تا اینجا آمده. بیا زگنا وقتا میرسیدین گشنه نمیماندین به خاطر که همه چیز آماده است. اینا دیگه چی است؟ تو هنوز دیگه خوردن یاره ندیدی. اما چی کنیم دیگه اجازه ندادن.
دخترم تو را چی شده؟ از وقتی که آمدیم تو جگرخون معلوم میشی. نه خیر، من خوب هستم مادر کلان جان، چیزی نیست. به خاطر شما نمیگم، عروس ما مثل دخترم است. قسمی که میخواستم خداوند برم عروس داده. همیشه برج من میگم اما تو نیست. میبینی که قرآن شرمنده چطور دروغ میگه چطور؟ زحل کجاست؟ فیدان برو ببین که زحل خانم کاکای چی میکنه. حالا من میبینم، شاید بالا رفته باشه. نشه که تو هم پشت خانم کاکایت بری و دیگه نیایی. از وقت که آمدیم هیچ کارایشان خلاص نمیشه. مادر شما را چی شده؟ هیچ خوب معلوم نمیشین. چیزی نیست بچیم، خوب است. 20 سال منتظر بودی، کم دگاه منتظر باش. این کار درست نیست. سهر بلی از خدا امروی مادرت گپ بزن. محکم گرفته که میرم همه چیز با آسیا مادر میگم. صدقه چه اون برش بفهمن. دیگه تحمل نمیتونم دختره. چی حاله چی فردا چی فرق میکنه؟ مادر خانم کاکایم راست میگه. وقتی که مادر کلانم به اندازه قهر باشه و گپت قبول نکنه باز چطور از ما چطور قبول خواد کرده؟ اما دختره ما میخوایم که این موضوع هر چی زودتر خلاص شود. سرم باور کن از تو قدم زیادتر میخوایم، اما فعلا وقتش نیست. مادر جان دقیقه در سالا تحمل نکدی ها. 20 سال هر روز دعا نکدی که به همگی ما برسی مادر جان. البته که دعا میکنم. یک لحظم از فکرم دور نشده. لطفا مادر چند روز دیگه منتظر باش. میفهمم که آسان نیست اما صبر کن به خاطر من مادر. ببین فقط چند روز ازت میخوایم تا که مادر کلانم بره. خواهش میکنم. تاجیکستان به پیش همیشه به پیش، وطنی جان به پیش همیشه به پیش، ملکی جانان به پیش همیشه به پیش. من چی کنم خواهر؟ فکر که حالا آسیا مادر اینجا خواهد آمد. همینجا بگویم به خاطر اولادایم اومدیم. تو هیچ وقت نمیتونی مانع مشوی که به اولادایم برسم، اما به خاطر سهر چوب هستم. 20 سال صبر کردی، چند وقت دیگه صبر کن لطفا. حالا دیگه تو داخل برو، من یک چرا پیدا کرده خوشیده روان میکنم. حالا دیگه صدقه چم برو. خوش آمدین خرکشک. خوش آمدین خاله جان، بفرمایین. خوش باشی. میشه خالای چرا صدا کنی؟ میخوایم امروی مادر کلانم بریم پیش کنم. خاله چند خاله خوش آمدی. شما هم خوش آمدین خاله. خوش باشی. بفرمایید بفرمایید. خدایا تو کمکم. با اجازه تو. ای خدا، بعدا باز برش زنگ میزنم. ما پیش خانم عایشه آمده بودیم اما فکر میکنم که در اینجا نیست. عایشه؟ نه خیر، رفت به وطن خود رفت. برش یک زنگ آمد و او هم با جلبر آمد رفت. تو به خدایا چی شده بود؟ ما هم هیچ نپرسیدم خواهر، براتان خود گفتم با جلبر آمد و رفت. چرا جواب نمیده؟ حتما یکی دیگه خود دیدن. آی زحل بی عقل، چرا با آسیا مادر زنگ زده او را بلای جان خود ساختی؟ خالش دوباره پس بیایم؟ نمیفهمم دختره. اما امروز خود هیچ چیز برام نگفته بود، پشتش دق میشم. اما خالای شیطام از رفتنش خبر نداشت. اگه عاجل نمی بود بستا علاقه ده و هیچ جای نمی رفت کندم.
تو ازش قهر نشو. درست است عزیزه؟ ای عزیزه آره که تو میگی باز درست است. بفرمایین بشینی. میخوایم به تشناب برم اگه کدام مشکلی نداشته باشه. تشناب؟ چی مشکل بوده میتونم؟ بیا دختر. تو اینجا بشی؟ بفرمایین تشناب اون طرفه. به خاطر مشتری نتونستم که تشناب بشم. خدا کنه که پاک باشه. ما چرا پت میشم؟ ما هیچ گناهی ندارم. کسی که باید ترسیده فرار کنه او است. اولادم دشمنم ساخت. 20 سال اونها رو برام نشان ندادن. اونا باید حسابی کار بدن. بعد از لحظه دیگه هیچ کسی بین ما و اولادم آمده نمیتونه. هرچی که میشه بان که شوه. خوش آمدین خانم اسما. چی کردین؟ امضای ملدا خانم گرفته تانستین؟ بله گرفتم، اما اصلا اجازه نمیدم که از هم جدا شوند. نفهمیدم. اگه بگویم که ما چی شنیدیم باز وقت خاطر ایران ماندیم. اون قسمی که ما خودت فکر میکنم با تو نبوده. کل چیز از زیر پای حلال نام برآمد آقا عمر. ما میخوایم این موضوع خلاص شد. میخوایم هر چیز زودتر خلاص شد. باور از تو قدم معصیت میخوایم، اما فعلا وقتش نیست. مادر جان این همه سالا را تحمل کردی، 20 سال دعا کردی که به ما برسی، پس بازم صبر کن. کم دیگه منتظر باش چنار. ده این مدت که صبر کردی بعد از یوم صبر کردن میتونی. خیرت باشه. یک صدا را شنیدم. من میبینم. شما بفرمایید. خیر قسم. چی براتان بیارم؟ نه خیر، در خانه منتظرم هستم. در اونجا نان میخوریم. کاش که بیشتر اینجا میبودیم. کدام وقت دیگه باز میاییم انشالله. تشکر میکنم. حالا دیگه بریم دختره. خداحافظ قند خالش. چنار بیا بیرون، اونا رفتن. تو با آسیا مادر زنگ زده. بله مادر. حق تا ببخش خواهر، از خاطر من مجبور شدی که دروغ بگویی. تو رم در مشکلاتم دخیل ساختم. خداوند کمکت کنه خواهر جانم. او آسیا که میگفتی بسیار یک زن مغرور بوده به خدا. مادر تو خوب هستی؟ خوب هستم دخترم، تشویش نکن. خدا را شکر. بسیار زیاد ترسیدم، فکر کردم مادر کلانم تو را خواهد دید. بسیار عصبانی میشم دخترم.
فقط که کدام گناه کده باشم از او پت میشم. مادر از کل چیز خود خبر داری، لطفاً کم دگام صبر کن. درست است دخترم، تو جگر خود نباش. البته که صبر میکنم، اگه ناراحتم شوم بازم صبر میکنم. به خاطر چتنم، به خاطر اسمایم و به خاطر تو تحمل میکنم. حالا دیگه یک کنی. خاله ایشه کجاست؟ او رام بخواهیم که بیایم. آیشه کی است؟ در روزا خاله ایشه در جای است. به خدا از وقت که آمده جای مرام گرفته. سحر ببینین او قدر امرایش صمیمی است که یک لحظه هم ازش دور نمیشه. اگر مادرش می بود قدر متوجهش نمی بود. والا گفتن که اقارب زحل خانم است. زن را که هیچ نمیشناختم یکی یک دم و اونا قدر نزدیک شده که نگو. بالا میرن آیشه خانم، پایین میرن آیشه خانم. هر طرف که میرن برش احترام میگیرن. مخصوصا درو را ببینین، امی کوره میبینه هیجانی میشه. اگه ای زن چنار باشه، اگه واقعا نمی قسم باشه باز. بله مستم آسیا. خب گوش کن که برای چی میگم؟ درست است خانم کاکا، تشویش نکن. شام باز میبینی. چی شده دخترم؟ زحل چی میگه؟ مادر کلان فردا پس میره. از او خاطر امشب کل ما را بنان خوردن خواسته. زنگ زد که مرام خبر بده. ای قسم جگر خون نباش مادر جان. بی مادر کلانم فردا میره. بعدش باز همه چیز به خواهر و برادرم میگی. تشویش نکن دیگه مادر. مادر جان تو فقط درباره چتنا اسما فکر کن. با وقتی که اونا مثل ما این قسم دستت گرفته تو را مادر بگوین و همراه گپ بزنن فکر کن. او روزم خواد آمد دخترم. روز بخیر ملدا خانم، اسماستا اگه وقت دارین در دفتر منتظر شماستیم. آقا مر میخواد مورد یک چیزی همراهتون گپ بزنه. بله امضا خلاص شد، اما لطفاً فهمیده شد. درسته؟ چی میگه؟ گفت یک سفر کاری دارم، بیرون از شهر میرم. چند دقیقه بعد از دفتر بیرون میشه، طرف میدان هوایی میره. گفت وقتی برگشتم باز گپ منتظر بودنم میتونه. حال کو نمیایه ما پیشو میریم. درست است، با هم میریم. خوش آمدین مادر جان، ما منتظر شما بودم. خوش باشی. خیرت باش عروس. چرا یک قسم نفسک میزنی؟ کم کار کردیم از او خاطر مادر جان. بچه منارم بیار. اینا چی هستن؟ با دورو سامان بازی گرفتم. بیبی مادر کلانه برای پیشکم خریده. بسیار شیرین است. حالا دخترم بیا که بریم. یگمی پشکم بود. کلتان بخیر گم شوید. کم مانده زهد. کم صبر کو، ازش نجات پیدا میکنی.
خواستم یک کار است. دمتا، به خاطر تو چی کارایی را قبول کردم. انشالله که این کارا زودتر تمام شود. حتما امیم است. یک دقیقه نمیمانه کارام باشم. باور کن بسیار خسته شدیم، تحمل کردن نمیتونم. خیریت باشه، کی است؟ چتم است. جواب بده دختر، شاید کدام کار پیدا کرده باشه. جواب بده، یک بار بشنو که چی میگه. بله مشنوم چتن. دمت چطور هستی؟ کار دارم چتن، هر چی که میگی زودتر بگو. درست، زیاد وقتت نمیگیرم. شام میشه که در قهوه خانه ببینیم. میخوایم یک چیز مهمه برات بگویم. زیاد وقت ندارم جانم، هر کاری که داری در تلفن بگو. در تلفن نمیشه، باید از نزدیک ببینیمت. میخوایم متعجب بسازمت. چی میگه؟ گفت که باید با هم ببینیم. میخوای چیزی برام بگویه؟ قبول کن. درست است، میایم. درست است، پس میبینیم. وقت خوش. خدای هزار بار شکر که بالاخره به اولادم میرسم. اگه امید امروز در دلم نمی بود، بازو 20 ساله که در زندان بودم چه قسم تحمل میکردم. بالاخره میتونم اولادم در خوش بگیرم. دیگه هیچ وقتی از اولادم دور نخواد بودم. دخترم این پشک از کجا کدی؟ پیش ازی که خانم کاکایم ببینه بیرونش کن. اما خانم کاکایم اجازه داد. باید دیگه این پشک روی سرک خونه ای از خودم است. مقبول سمت نیست. بله ای هم مثل تو شیرینک از دختره. مادر اینو به خانه خود میبریم. بله اما با یک شرط. درست است بگو. مسئولیتش تو میگیری. این را فراموش نمی کنی که مثل انسان ها با توجه و نان ضرورت داره. درسته؟ درست است، بسیار خوب نگاش میکنم. آفرین به تو دخترم. اوه مانده نباشین، معلوم میشه که امشب نانایی زیاد پخته میکنی. بله آسیا مادر گفت که کلگی غذای وطن خوش دارن، از این خاطر باید کلا و پاچه پخته کنیم. خیرت باشه خانم کاکا، چیزی شده؟ دیگه چی شود سحر؟ به نظر ماسیه مادر سر ما شکت جانم. اما وقت خواهر بیادر مادر ما قبول کنه، باز مادر کلانم چی کده میتونه؟ آی سحر قسم راحت بودنت مرا دیوانه میسازه. دخترم من برات میگم وقت خواهر و بیادر تحقیقت بفهمن بازو مثل تو عکس العمل نشان نمیتن، اون برعکس قیامت برپا میکنن. در ضمن هم دست آسیا مادرم خواب شدن. شما هر دو حتما پت از ما کدام کار انجام میدین. صبر کنین، مام خواد فهمیدم که چی را ازم پت میکنین. آها پیدا کردم. ملدا خانم در اونجا. ملدا خانم. ملدا خانم لطفاً 2 دقیقه وقت بدین، بسیار یک موضوع مهم است. شما در اینجا چی میکنی؟ شما را براک روان کردم میفهمم. برش بگوین ناوقت شده، من تصمیم خود تغییر نمیتم. او صفحه دیگه برای همیش برم بسته شده. دیگه نمیخوایم که تو قواریش ببینم. آقا براک از این چیز خبر نداره، اما اگر گپ خانم از ما را بشنوین باز مطمئن هستم که تصمیم هردیتان تغییر خواهد کرد. ببینین ملدا خانم، بسیار مهم است.
مگه پای الا خانم و قادینیز بسیار خوب شنیدم. کسایی را که شما دوست میگین اونا مخالف رابطه تان هستن. اونا کوشش داشتن شما را به طلاق گرفتن قانع بسازند. دوستا شما را خودم میفهمم، اما ما خود بسیار گوش نشدیم. رفته یگان چیزی بخوریم. یک دکان دیدیم که بسیار غذای خانگی خوبش پخته میکنه. چطور است که جنان ما رو بخوریم؟ درست است بیادر بریم. تو چی میگی قدرت؟ راستش من نمیتونم، باید کم درس بخوانم. حالا دیگه بچه مقدر نمیشینیم، نان خورده میایم در خانه باز داشته بخور. اما زیاد بودن نمیتونم چون مادر کلانم خانه آمده، اگر نا وقت برم باز بد میشه. چی شده؟ هر دوی دانه قسم تنها شیشته چی پس میکنین؟ ها به من بگوین. بعد روز یاد توفه گرفتی مادر کلان، چرا خدا به زحمت ساختی؟ ساتری خود کرد. دخترم میخواستیم نانم بخوریم، به دکان خاله عایشید رفتیم، اما پیش از ما او به وطن خود رفته بود. دخترم ای روی شما رو ممراش معرفی کردن نتانستیم، قسمت نبوده. امروز معرفی نشدیم، اما یک روز حتما امروز معرفی خواهد شدیم. چطور؟ وقتی که او را قدر دوست دارین باز حتما زن خوبی است. سر امروز وقتی که به پارک آمدم باز گفتی که امیال رفت، خبر نداشتی که به قریه خود میره جانم؟ میفهمیدم، چرا نفهمم؟ بیازو به خدا حافظی کردنم به پارک آمدم. شما گپای ناک میزنین. نه هلال و نه دینیز کسایی نیستن که بخواین از پشت و من خنجر بزنن. اونا دوستایم هستن، شریکم هستن، کاری نمیکنن که به جگرخون شو. و مطمئن هستم میفهم شما به گپای من باور نمیکنین، حتی به این باور ندارین کسایی را که شما دوست میگین چقدر مخالف رابطه تان هستن، اما حقیقت نمی است. لطفاً باور کنین. ببینید انسان بعضن چیزی را که میشنوه قبول نمیکنه، اما اگر با گذشته برینو ببینین که براتون چی گفته بود با سو وقت مطمئن هستم که گپ ما را قبول خواهد کردین. اگر فکر میکنین که با بدگویی دوستای میتونین که مرا با برا کاشتی بتین سخت اشتباهستین. من دیگه وقت ندارم که بعد روغایتان گوش بتون. اگر نی پروازم از دست خواهد دادم خانم الدا پشیمان میشین. همینجاست. بچه ها ببینیم، من هیچ خوشم نامد. میشه که اگه چیز دیگه بخوریم؟ بیازو دلم میشه پیزا بخوریم. البته اگر شما بخواین. چطور؟ والله هر روز برگر و پیزا خورده برای من تکلیف معده پیدا شده. چرا نمیفهمین؟ من میخوایم یک غذای خانگی بخورم. بیادر راست میگه به خدا، ما هم زیاد وقت شده نان خانه رو نخوردیم. چطور است که امروز جنان بخوریم؟ بسیار زیاد خوشمزه است. بیادر حالا دیگه بریم. قدرت از گوشنگی زیاد میمورو. چطور است اینجا بشینیم؟ درست است بیادر. خوش آمدی. هر چی که میخوای زودتر بگو، به مشکل از همین اجازه گرفتم. دمت فقط به خاطر تو پیشنهاد کار کاکای من قبول کردم. بسیار خوش شدم. تبریک باشه چته. راستش تو بسیار تصمیم خوب گرفتی. زنده باشی، انشالله برکتشو ببینیم. در کدام بخش به کار شروع کردی؟ صبر کن کم فکر کنم. مدیر بخش خریداری یا هم که مدیر کدام بخش دیگه؟ راستش نه خیر، مدیر نیستم. البته دیگه چطور فکر کردن نتونستم. هنوز به مدیر شدن بسیار وقت است. حتما معاون مدیر شدی همونطور نیست؟ بله. امیدم جانم.
معلوم است که ترگات پوی راز در زده خودم من حیث کارمند عادی استخدام نمیکنه. بسیار خوش شدم چتن، بسیار. بالاخره پس آمدین. بسیار به تشویشتان بودم عمر جان. با عجله برآمدیم همراه خانم الدا گپ بزنیم، فراموش کردیم که برات بگوییم. معذرت میخوایم. به هر صورت مهم نیست. تو چی کردی اسما؟ موضوع بورسیت حل کردی؟ ها راستی ما فراموش کردم که پرسان کنم چی کردی؟ امروز استادم گپ زدم، گفت کوشش میکنم یکم کاری برات کنم، اما من باور دارم که هرگز گپونا را رد کردن نمیتونن. انشالله که بخیرت باشه. زنده باشین. ما باید کار بورسیت کاملا خلاص کنم. پیش از اینکه عمر را دامت بندازی باید تو را به لندن روان کنم دختر احمق. خوش آمدین. چی میخواین؟ به زحمت میشین با ما قاب منتو یک گلاس دوغ بیارین. ما هم پلو نخودی و یک گلاس دوغ میخوایم. ما هم پلو نخودی و یک گلاس دوغ میخوایم. من خو اشتیا ندارم بچه، فقط آب میخوایم. درست است. چی شده؟ هنوزم تو را نبخشیده؟ به خدا حق به جانبم است. از خانه بیرونش کردم. بخشیدن مقدر آسان نیست خواهر جان. بوی چی است؟ داشت پس خانه چی پخته میکنن خانم کوکو؟ نمیفهمم دخترم، اما هر چیزی که از خانه را بسیار بد بوی ساخته. شما اردو باز چی پس دارین ها؟ چی شده؟ بوی کله پاچه است دیگه. نیکه خوشتان نامد؟ نه خیر مادر جان، ما خود چیز نگفتیم، فقط خواستی میره بفهمیم که چطور در فکرتان آمد که با ما کله و پاچه پخته کنین. خب این خب موقتی تماتا نیست؟ یعنی ترفیع خواد کردی ها؟ چتن جگر خون نشده گه. هر کاری که کردم به خاطر خودمو انجام دادم، به خاطر آینده ما. در ضمن اگه این قسم نمیکردم باز تو کار قبول نمیکردی هماتا نیست؟ تو که خوش باشی دیگه هیچ مشکل نیست دمت. حالا که خواست تو پوره شد باز ما از تو یک خواهش دارم. یه انگشتر را دیگه از دستت بیرون نمی کنی. وعده است؟ وعده است. البته که نمیخوایم پیشنهاد معاون مدیر شرکت رد کنم. بشوریتا ببی کور هستی؟ ببی لباسای من چی کردی؟ میبخشی بچه متوجه نشدم. حالا میگم متوجه نشدم. میفهمی قیمت یک خنقاق چند است؟ به اندازه مشت است. حالا لکه شودی را پاک کرده میتونی؟ بازم معذرت میخوایم. لباس ثبته به خشکشویی میبرم. با آن دیگه فکر میکنی که دوباره پشت خنقاقی میجه خاط آمدم؟ در کثافت دانی مندازمش. خانم اسما میشه یه اوراق یک بار ببینین؟ من میرم. اگر کدام گپ مهم بود باز برام پیام کنین. در محکمه تلفن جواب دادن نمیتونم. درست است. وقت خوش. زنده باشی. اسما یه اوراقه. اسما خانم چی شده؟ صدای من نشنیدین ها؟ معذرت میخوایم. درباره لندن که این معلومات پیدا میکردم که چه قسم یک شهر است. من میتونم اینجا زندگی کنم یا نه؟ عمر خودتان ببین چی یک شهر زیباست. بله همونطور است. پنتین مرا قبول کرد. همین که بورسیه را بعد از بیارم باز بسیار خوشحال شدم آقا عمر.
مطمئن هستی که میخوایی بری ها؟ البته سالاست که منتظرم قسم یک روز بودم آقا عمر. اگه بتانم مستری خدا در لندن بگیرم بسیار یک قدم بزرگ به خاطر آینده می باشه. انشالله که با خیرتان باشه. مراد یک دفعه بیا. چی شده بچه؟ بیخه تو بیا. حالا زود شو. گوش کن برای چی میگم. امرای یه حنقاق دوله رئید میخوای چی کنی؟ ایره میفهمی بالای او زنی که تو سر صدا کردی او با عرق پیشانی خود پول پیدا میکنه. گپای ناق تو را تحمل میکنه. اما تو چی میکنی؟ تو دیگه چی میگی احمق لایم کو؟ گپ نزن. اشتباه زن نبود مراد. وقتی خیلی امرایش تکر کردی اما بدونی که به شرمی باز خدا به گناهانشان میتیم تو است. کجاستی؟ چند دفعه زنگ زدم چرا جواب نمیدی؟ بر صورتی را بگو که چی کردی؟ آفرین. هر کسی که با او دکان داخل میشه عکس شبیه خواهیم فهمیدی. خدا میفهمه ای قسم پت پت همراهی کی گپ میزنه. خیریت باشه مادر جان. ای بار بسیار زود خسته شدین. هنوز دو روز نشرک آمدین اما میبینیم پشت قارب مالاتیاتتون زیاد دق شدین. تو اینقدر گپ نزن روز. آشپزخانه برو ببین که فیدانشان غذای مرا پخته میکنن یا نه. درست است مادر جانم، یالا میبینم. قهوه هم بیارم براتان، میل دارین؟ نمیخوایم. چیز دیگه میخواین؟ تشکر میکنم چیزه نمیخوایم. بیا از چند دقیقه بعد میرم. به خاطر روی چند دقیقه پیش معذرت میخوایم. مهم نیست. بیا ما فراموش کردم. دو قهوه بیارین لطفاً. بسیار زیاد تشکر. میبخشین استاد، بیخبر آمدم. راحت باشین، تشویش نکنین. اوقدر وقت دارم که امروی شما قصه کنیم. بسیار زیاد تشکر، بسیار مهربان هستین. اسما خانم زیاد خوشبخت است که مثل شما رئیس داره. بسیار برش ارزش قائل هستین. رابطه ما فقط به خاطر کاربار نیست. ما قارب و درام هستیم آقا. در ضمن اسما را بسیار زیاد تقدیر میکنم. چقدر خوب. خب اسما خانم خبر داره که شما اینجا آمدین؟ نه خیر. اگه اسما خبر نشه که بورسی از طرف مزباز بسیار خوش میشم استاد. اسما میخوای که بدون کمک خانواده خود درس بخونه. اگه خبر شوه قبول نمیکنه. با جایی که حالا پرواز میکردم اما ببین که چقدر ناچار شده. اول پایم از دست دادم، حالا مجبور شدیم که همراه کاکایم کار کنم. پرواز خوابان حتی راه رفتن نمیتونم. آرزوهایی که داشتم کلش ناتمام ماند. به خاطر یه حالتم نمیتونی مرا دوست داشته باشی دمت، اما من تو را بسیار زیاد دوست دارم. لطفا مرا درک کن. ای که برای تو راه گفتم مرا ببخش. جانان دخترم 2 ساعت میشه که در اونجا ساتری داری. او الماری را باز کو، او را خالی کو تا که سهر دخترم لوازم زود در بینش بانه. اوف آدم قدران بازی گوش نمی باشه جانم. درست است تو بان محلش میکن. فیدان
دختر مساله و مکرونی وطنی را در داخل او الماری بسیار منظم بیچین. زود باش. لوازم او الماری را در جای دیگه بان. حالا دیگه خسته نباشین مادر جان. شما هیچ زحمت نمیکشیدین مادر. من خودم حلش میکردم. اونا حلش میکنن دخترم. تو هم ناقیجه استاد نشو. کلگی را زنگ بزن که وقت نکنن. بعد از اینکه دسترخوان آوار شد نمیخوایم که کسی بیاید. درست است مادر جانم. یالا زنگ میزنم. صبر کن زحل، صبر کن. فردا میره باز وقت نفس راحت گرفته میتونی. خدایا برم صبر بده. خودت برم صبر بده. فقط در خانه همی کم بود. کیام آمد. خدایا برم صبر بده. صبر کن زحل، صبر کن. بسیار زیاد تشکر. خسته نباشین. بازم بیاییم. قدرت، میفهمم که هنوزم سرم قهر هستی، اما باور کن مجبور بودم که تو رو به خانت روان کنم. دیگه هیچ چاره نداشتم. بسیار به سختی تانستم که گپا رو برد بگویم. مرا ببخش بچه. وقتی او گپا گفتی حتما کدام ملت داشته خالایشه. در ضمن تشویش نکن. من مثل گذشته بالایت قهر نیستم. او کسی که باید معذرت بخواه او تو نیستی. او مستم. یعنی کاشتی کردیم؟ آشتی کردیم. قدرت حالا دیگه بچیم. من میرم. باز میبینیم خالایشه. باز میبینیم. خداحافظ. خدایا شکرت. اولادا من یه همه را به شما آماده کردم. کله پاچه با استخوانا بسیار فایده داره. همی که یک کاسهش بخوری دیگه به دوا ضرورت نداری. حالا دیگه بخورین تا که سرد نشه. همراه غذای شهری عادت کردین چهرهایتان بیخی خراب شده. باید کم متوجه باشید. مادر این سوپ پاچه بسیار بد بوی میشه. دخترم مادر کلانت خاطیونی. حالا کمه بخور. فیدان یک کم دگام بیار که کاسه خانم کاکایت خالی شده. حالا دیگه نه خیر مادر جان. بیاز گشنه نیستم، فقط مزهش چشیدم. برش بیار دخترم بیار. زحل جان بخوا که پشیمان میشی. خیر تو سوپت بخور. من خودم دوای من میگیرم بچه. نوش جانتان اولادا. الا دیگه چطور جان نوش جانه. برام کمی نان بده ماما جان. بگی قند ماما بگی. خدایا من با تو شکایت نمیکنم. البته که تو داناستی خدایا. فقط میخوایم برد بگویم که بسیار خسته شدیم. امید خدا از تو قطع نکردیم. هر شب امید ای میخوابم که فردا خدایا تو همرایم کمک کن که اولادایم گپ ما باور کنن و حقیقت. تصاویر آماده است. هر وقت که خواسته باشین تسلیمتان میکنم. منتظر باش خانم عایشه. فردایی را خواد فهمیدم که کی هستی کم مونده. خدایا تنها از تو میخوایم و تنها با تو پناه میبرم. تو شاید هستی که مراسم از بین نبردیم.
خواهش میکنم به قلب اولادم لطف خدا جای بده تا حقیقت قبول کنن نمر از خود بسازن. تاریکی رو تو ساختی، همه تو روشنی، صبحم تو ساختی پروردگارا. خواهش میکنم به زندگی تاریکی ما روشنی بنداز. بخیر برین مادر جان. کاش که اجازه میدادین تا میدان هوایی همراهتان میرفتیم. مادر اجازه بدین من همراهتان بیایم، یه قسم خونه میشه. نه بچیم تو به کارت بره، ساله ما رو میرسونه. حالا دیگه تمامتان به بخیر برین مادر کلام. فیدان اینجا هستم مادر. دخترم چرا استاد حالا زود باش دیگه. حالا با امید دیدار. مادر کلان به امید دیدار. وقت رسیدین برام زنگ بزنید. درست است. برو زود باش دختر. حالا متوجه خود باشین. زود باش. با خدا مسپارمتان. زود شوین ما و شما بریم داخل. سهر دخترم. بله مادر جان. چشم ما روشن، چند دقیقه پیش مادر کلان ما روان کردیم. کدام مشکل خوب پیش نامده؟ نه خیر، همه چیز خوب بود. هیچ مرد گفتن نمیدونم بسیار خوش هستم. بالاخره کلگی حقیقت خود فهمید. نباید زیادتر منتظر بانیم. همین شب با هم باید بشینیم و که درست است دخترم، هر قسمی که تو میخوایی. بعد از دیگه همیشه یک جای میباشیم. بعد از دیگه از هم جدا نمیشیم انشالله. کجاستی؟ همون جایی که گفته بودین خانم. همونجا منتظر باش من میایم. خواهر جان ما میرم دیگه. درسته. امشب وقت پس آمدین با هم گپ میزنیم و شما یک خوش خبری دارم. خواهر چند روز میشه که شما میخواین ما را غافلگیر بسازین، اما شما با ما هیچ چیزی نمیگین. خوب معلوم نمیشه کدام چیزی شده. وقت خبر شوین باز خوشحال شدیم. حالا برین دیگه. روزتان خوش. باز میبینیم. صبح بخیر خواهر جان. چطور هستی؟ تشکر جانم. امروز بسیار خوش معلوم میشی. چی شده؟ حالا برام بگو. خیرت باشه. چی شده؟ آسیا مادر رفت. امروز به اولادم میگم که من مادرشان هستم انشالله. بالاخره به اولادای خود میرسم خواهر جان. انشالله دختره. صالح دمی گوشه استاد کن. چی شده مادر؟ چرا میخواید مادر استاد کنه؟ آسیا مادر قهر شدین چطور؟ کدام گپ نیست بچه. تو همینجا استاد شو یک بار. یک سایز که خواسته بودین خانم. اینمی خودش عایشه است. مادروان ببینیم مخفی کی است؟ ای خود چنار خانم بیادر است.
بسیار خوش هستم خواهر. انشالله امشب کدام مشکل به وجود نمیه. انشالله خواهر جانم، انشالله. هیچ تشویش نکن جانم. او آسیا خانم که رفته دیگه ضرور نیست که بترسی، فهمیدی؟ باتیست خواهر، بعد از کوشش میکنم که برشان یک مادر خوب ثابت شوم. آسیا مادر اگه از زیادتر منتظر باشه این پرواز از دسمته. ما نمیریم، پس به قصر برو. یعنی او تو بودی چنار؟ معلوم میشه که خدا به نواسایم زیاد نزدیک ساختی. به تو گفته بودم که از اونا دور باش، برات گفته بودم که مقابلشان نیایی، اما بازم کار خدا کردی. حالا تو باید از ما بترسی. درو زود ای پشک بیرون بکش. حالا دیگه. اما چرا؟ یعنی چی که چرا؟ هر طرف پشمش گرفته. چیزی که میگم اما تکو. اما من ایره بیرون نمیکنم. حالا یک داریم خانم بیریم پشکتان بگی. سحر مرا غلط فکر نکو دخترم، من حساسیت دارم، باز به درستی نفس گرفتن نمیتونم. درست از خانم کاکافو میدم. حالا دخترم کل چیز تا بگی که بریم. حالا جان کجا میری؟ خانه میری؟ نه خیر، همراه مادرم گپ میزنم. امشب میخوایم همه چیز به خواهر و بیادرم بگویم. سحر تو چی میگی؟ تو هنوز منصرف نشدی یک آسیا مادر پس بیایه باز چی؟ تشویش نکن، او هیچ خبر نمیشه. و ها بیازو تا وقتی که مادر کلانم پس بیایه همه چیز خوب خواهد شد. وقتی که ما مادر خدا قبول کنیم باز او هم شاید قلبش نرم شود. مطمئن باش که من تو را هرگز نمیبخشم چنار. خواهر من میرم. سهر زنگ زده بود در پارک باید او رو ببینم، اما 1-2 ساعت بعد پس میایم. امروز روز خوشی تو هست، درباره چیزا فکر نکن. برو بارامی همراه دخترت گپ بزن، درباره امشب هم تصمیم بگی. بعدن باز خانه برو، برای هاتی آماده شو. خداوند از تو راضی باشه. خدا را شکر که همراه تو رو برو شدم. به خاطر من دعا که درست است. هر روز دعا میکنم، هر روز دعا میکنم. دست خداوند از تو راضی باشه. حالا دیگه برو که وقت میشه. بس هرم سلام ما بگو. حالا دیگه همی که آسیا مادر رفت اینا باز شروع کردن. ترس از او همه قدر بود. آه دختر، نباید چنار از اول به استانبول می آوردیم. آه زهر، ای کار خوی قسم حل نمیشه. باید یک کار دیگه کنم. ناق امیدوار نباش چنار. تا وقتی که من زنده باشم قاتل راسم به خانه ما داخل شده نمیتونه. خواهر جان؟ بله اسما، امشب خالایشم ما را بنان خواسته. خالایشه را گفتی؟ او خوب قریه رفته بود. پس آمده جانم. خب دیگه بچه ترم زنگ زدم او هم بیاید. تا وقت نکنی خواهر جان، درسته؟ درست است خواهر جان. آدرس ده پیامبرت را وارد کنم. همراهشتون یک جا خواد آمدی با امید دیدار. توبه توبه. خدایا تو امرم کمک کن که به اولادم برسم. چتنم و اسمایم قبول کنن که من بیگناه هستم.
یا پروردگارا کمکم کو که امشب بخیر تیر کن. اگه به ترگت زنگ بزنم چی میشه؟ وام میگه بانشان که بگویم. اگه اسما و چتن بیگناهی مادرشان قبول کنن من تبا میشم. اگه چنار بخواه قدرت از پیشم بگیره باز، اگه با اونا بگوی قدرت بیادر شماست. اوف، کم از دیوانه شوم. عروس آسیا مادر؟ زیاد منتظر ماندین؟ نه خیر، امیال آمدم آقا عمر. شما گفته بودین دادلیا میبینین. تو راست میگی، دادلیا میدیدیم اما کارا تغییر کرد. من فکر کردم پیش از باز کردن دعوا یک بارم رای خانم الدا گپ بزنیم به فایده ما خود بود. شاید این بار بتونیم او را راضی بسازیم. فکر خوبی است آقا عمر. امیدوار هستم به خاطر دوستشان زندگی اونا خراب نشه. انشالله. چی شده؟ مرا که دیدی رنگت سفید پریده روست. نه خیر مادر جان، فقط کمه وار خطا شدم. کدام چیزی را فراموش کردیم؟ من خود چیزی را فراموش نکردیم، اما به نظرم تو فراموش کردی. چی را فراموش کردیم مادر جان؟ نفهمیدم. تو فراموش کردی که نباید از ما چیزی را پت کنی عروس. تو فراموش کردی که من از گپا و از حرکات و عکس العملات من همه چیز میفهمم. میره فراموش نکو عروس. چی را ازم پت میکنی؟ تو از ما چیزی را پت کردن نمیتانی عروس. از گپایتان ای چیزی را نفهمیدم مادر. ایره بی زهر قاتل بچه من، او زنه که راستم من ازم گرفت او را هیچ وقت فراموش کردن نمیتونم. فهمیدی؟ دختر قندم. وقت خبر شدم که قریه رفتی من بسیار خفه شدم. آمدم دخترم آمدم. ما شما را تنها مانده میتونم. درست است. دیگه هیچ وقت نمیرم. حالا یک بریم تو همراه پشکت بازی. درست است. مادر من. سهره مادر، همه چیز خوب خود شد. چطور اسمام امی قسم تو را در بغل خود گرفت. انشالله دختره. حالا ایشم اینجا بیام. خدایا تو کمکم کن. به وعده که دادیم موفق شوم چی میشه؟ او قاتل ده خانه چی میکرد؟ بگو زحل. کدام غلط فهمی شده مادر؟ درست گپ بزن زحل. چیه؟ مبرد نگفته بودم که او زن نباید نزدیک اولاد خود شوه ها؟ طرف ما بیبی. ما حالا با تو چی بگویم ها؟ تو خود مثل من درد اولاد ندیدی زحل. حتما باید تو هم درد اولاد ببینی تا مرا در کنی. چکا؟ تو همراه من این کاره چطور کنه تانستی ها؟ مادر جان به من مادر نگو. من تو رو دختر گفتم. بچه من برات امانت دادم. تو از پشت مرا به خنجر زدی زحل. با کسی که جان بچه من گرفته بود دروازه خانه را باز کردی. دورو نده دخترم. بانش که بده و دختریم. خداوند هیچ وقت در مقابلش مانی را نیاره. بانش کمی ساتری کنه انشالله. تو بچه تنو اسما خبر دادی؟ از خوشی زیاد یادم رفت که بپرسم. خبر دادم مادر جان، هر دوشان میه. حتی چتن فرمایش داد دلمه پخته کنی، اما دقیقش نشو، هرچی باشه میخوره. قسم نمیشه دخترم. کاش کمی وقتر برم میگفتی. تا
تا او وقت آمادش میکردم. حالا تاشون پخته نمیشه. درست است مادر جان، هر گپم پشیمانم نست. این آخرین نان نیست که با هم میخوریم. باز برای شما دخواد کردیم. دمت جانم، وقت داری با هم گپ بزنیم؟ در کدام جلسه خود نیستی؟ همات نیست؟ نه خیر جانم، بیکار هستم. مشنوم بگو. پس خوب است. یعنی میتونی مرا به غذای چاشت بیرون ببری؟ البته میبرم، چرا نه؟ پس بسیار خوب شد. بیا زو وقت جایم گرفتیم چتن. مثل همیشه با هم گپ میزنیم و میبینیم. درست است جانم، هر قسم که تو بخوایی. منتظرت هستم. من حالا قطع میکنم. امین صدای میکنه. بعداً باز میبینیم جانم. درست است، میبینیم. چشمایم دیده برم دروغ گفتی. خاله عایشه است ها؟ اقارب دورت است. همگی خاله عایشه را زیاد دوست داره. تنها آمدن او به این خانه بس نبوده که بازو را به خانه سحر آوردی ها؟ تو خدا چی فکر کردی که از من ایگه بارم پس کردی؟ برم بگو آسیا مادر آرام باشین لطفا. تو غلط نگی. آسیا مادر چی شده؟ زبان نداری که گپ بزنی؟ یک چیز خوب بگو. جواب بدی عروس. مادر قسم میخورم ما هیچ گناهی ندارم. ترگوت از اول درباره همه چیز خبر داد. سر چنار دل سوختان دوره اجازه داد که در این خانه باشه. من زیاد کوشش کردم اما او را روان کردن نتونستم. چنار ترگوت گپ من قبول نکردن. بعدن از ترس ترگوت به شما هیچ چیز گفتن نتونستم مادر. همراهی او هم گپ خود او را همیال خانه بخوای زود باش. درست. ترگوت همیال خانه بیا. گفتم که خانه بیا عجله کو. بانش که بیایه او طرف چشمایم دیده برم بگویه که چطور قاتل بیادر خدا در خانه مانده. باید جواب ما بده. چی شده؟ میبخشین، راستش ما میخواستم ما شما بگیرم، امکان داره؟ تو خونه به کار شروع کردی؟ یک هفتم تیر نشده؟ چون عاجل ضرورت داشتم به او خاطر. اگه بیادرزادی رئیس نمی بودی باز کتت میفهمیدم. $750 است، نیم معاشت. حالا بگی دیگه. این نیم معاشم است نه؟ بله. خب معاشم 1500 لیره است. 5000 باشه؟ از رومیام 1 کیلو برم بده، اما لطفا تازه باشه، چون امشب مهمان دارم. همه چیز باید عالی باشه. این چه قسم گپ است خواهر؟ کل چیز ما تازه است. تو بازم خوب باش شبان. اولادم خانه میاین. این قسم چیزای خراب سر میز نمیمانم. این چه قسم گپ است خواهر؟ اولاد آدم کی میمون میباشه؟ اگه بیگانه میگفتی یک راهی داشت باز. بله تا امروز به خاطر اولادم بیگانه بودم، اما امشب اونا خود فهمیدن که چقدر برشان نزدیک هستم. روزتون بخیر. لطفاً به خانم الدا بگوین که آقا عمر اومده. خانم الدا، آقا عمر آمدن میخواین امروی شما ببینن. خوب است. خانم الدا فعلا در جلسه هستن. اگه کدام یادداشت دارین با من بدین باز من برشان میتم. یه گپی نیست که یادداشت چه و خانم.
یه گپ بسیار مهم است، باید روبرو با هم گپ بزنیم. اما خانم الدا نمیتونن که از جلسه بیرون شون، از این خاطر اونا را دیده نمیتونیم. خانم اسما، یک قسم داخل شدن به اتاق کسی کار درست نیست. مجبور هستیم بشینیم و منتظر باشیم. میبخشی بسیار منتظر ماندی؟ حالا آماده شده تانستم. چطور معلوم میشم؟ بسیار مقبول است. بسیار تشکر. به خاطر که به یک جای خاص میریم خواستم کمی منظم باشم. خب کجا بریم؟ قبلا در روزنامه برات نشان داده بودم، یک رستوران بود منظره دریای مقبول داشت، اونجا میری. حالا دیگه نه وقت میشه، باز جای ما را به کس دیگه خواد دادن. بریم دیگه. بریم. اگه اونا مرا نبخشن، خدایا تو سر من رحم کو و امرم کمک کو. کمکم کو تا اولادم سر باور کنن، کمکم کو تا اونا مرا ببخشن. میخوایم ای جدایی چندین ساله خلاص شوه، مثل سحرم. چتنم و از ما را برم برسون خدایا. به نام چتن پویراز به 2 نفر جای گرفته بود. درست است. بفرمایید خانم. بفرمایید. بسیار تشکر. زیاد مقبول است همونطور نیست؟ بله بسیار مقبول است. جای مقبول است، اما به خاطر غذای چاشت فکر کنم اینجا مناسب نیست. تو حال معاون مدیر رسیده برگر فروشی خونان خوردن نمیتونی. در ضمن باید با یک قسم جایا عادت کنی. درست است. تصمیمتون رو گرفتین؟ بله، ما قبل از غذا سوپ زیتون دار شما را میخوایم و بعدا در غذای اصلیام نمیفهمم که گوشت ماهی سرخ شده بخوایم یا کوفته گوشت گوسفند. درست تصمیم گرفتن نتونستم. چطور که هر دوش بیارم؟ بسیار گپ خوب است. یک قسم هر دوش خواهد چشیدیم. این چه قسم جلسه طولانی است؟ چی کنیم؟ بدون انتظار کشیدن دیگه چاری نداریم. ملدا خانم فکر میکنم ما سر دوستش تهمت میکنیم. به بهانه جلسه نمیخواد که ما گپ بزنه. این دیگه چه قسم زن است؟ نه خیر، فکر نمیکنم قسم باشه. ما را فریب میده یا که راست میگه. آنو خواست فهمیدم. خانم اسما قسم نکنین، لطفا استاد باشید. ملدا چه قسم یک جلسه است خانم الدا؟ من میفهمم که چنار اینجاست. چطور این کار کده تانستی ترگوت؟ قاتل بیادرت چطور به خانه اجازه دادی ها؟ 20 سال میشه که از درد اولاد قلب ما آتش گرفته ترگوت. درست است که به مادرت احترام نداری، اما با بیادر مرحومتم هیچ احترام نداری ها؟ حالا که از دست او سخانهای بیادرت خراب شده، وجدان چطور اجازه داد که این کار کنی؟ یعنی حتی با اولادهای یتیم بیادرت دل نسوختندی، اما با او زن قاتل دل سوختندی ترگوت ها؟ طرف ما بیبی با چشمایم بیبی ترگوت، بیبی که در چشمایم راست من میبینی یا نه؟
با چشمان دیدی و برم جواب بده بشه. میبخشین خانم ملدا، شما را ناراحت ساختیم. ما باید همراه شما گپ بزنیم. چیزی نیست که دربارش گپ بزنیم. ما آخرین گپ‌های خود گفتیم. نفهمیدم شما چی میخواین؟ ما هم نفهمیدم. لطفاً ملدا را آرام بانین. او تصمیم خود گرفته، طلاق میگیره. او شب اگه ملدا خانم چیری اصلی تو نمیگی باز شاید تصمیم خود تغییر میداد. ما میفهم که به خاطر طلاق گرفتنش چی پلان هایی دارین. در اصل شما چی میخواین ها؟ خانم ملدا اینجاست، همه چیز برش بگوین. شما دو نفر دیگه از حدتان میگذرین. حق ندارین که در پیشونی ما دوستای من این قسم توهین کنین. فهمیدین؟ ببینین ملدا خانم، قبول کردنش بر شما سخت تمام میشه، اما انسانایی را که شما دوست خود فکر میکنین خانه شما را تباه کردن و از پشت سر شما را خنجر میزنن. دشمنتان در مقابلتان است اما شما بی خبر. هلال خانم به شوهرتان علاقه داره، واقعی نیست به شما علاقه داره. ایره با گوشه خودم شنیدم. چرا چیزی نمیگی؟ پس چرا چوب هستین؟ ملدا، ما به خوبی تو فکر میکردیم، کدام نیت بد نداشتیم. گپ دیگه طرف نبر هلال. واضح برام بگو گپای خانم اسما حقیقت داره یا نه؟ اینو بگو لطفاً، گپا برام بگو. بگو که ما فقط دوست هستیم و هیچ وقت بعد دیگه چشم طرف دیدن نتونستیم. یک چیز بگو نیست. من جواب خدا گرفتم. افسوس با حال شما. نگفته بودم که او قاتل نباید به این خانه قدم بانه؟ ترگوتم زیاد کوشش خود کرد اما چنار گپشه گوش نکرد. ترگوتم زیاد عذاب وجدان میکشد. تو گپ نزن. اولادای خوبه. 20 سال میشه منتظر همین روز بودم. اگه نصیب باشه انشالله به هم میرسه. خدایا 1000 بار شکرت. از زندان بیرون شده دیدن اولادای ما برام نصیب کردی. تو کمکم که اولادایم سرم باور کنن، گپ ما قبول کنن. دخترم خوش آمدی. خوش باشی. بیا. اوه معلوم میشه زیاد زحمت کشیدین. هنای مزدار پخته کردی. چی پخته کردی؟
بله میفهمم. بیازو من فهمیده بودم. نام عایشه را که میگرفتین باز دست و پایتان میلرزید، واضح معلوم میشد. من اشتباهی کلان کردم که سرتان اعتماد کردم. حال فهمیدم. این کار خودم حل میکنم. او را بخواین که امشب اینجا بیایم. مادر جان سحر امشب آمده نمیتونه. مقصد چیز که آمده نمیتونه؟ باید اینجا بیایم. حتی اگر کارش بسیار مهم باشه باید بیایم. ما ای پول چه قسم پرداخت کنم؟ اگر پولم بس نکنه چی خواد کردم؟ دمت مرا هرگز نمی بخشه. این غذا خوشمزه است، همه تا نیست؟ بسیار خوشمزه است. نوش جانتان. کدام چیز دیگه هم میخواستیم؟ نه خیر تشکر میکنم. اما من میخواستم شیرینی هم بخورم. شیرینی ککوی هم دارین همه تا نیست؟ بله داره. میشه با ما بیاری؟ درست. جگر خون نباش خانم اسما. ما کوشش های خود کردیم اما خانم ملدا به تصمیم خود جدی است. باز از دست ما کدام کار نمیآید. وقتی که قسم قهر شدیدم من فکر کردم شاید از طلاق گرفتن تیر شوه. دروازه تشنا به سر خود بسته کرده. دلش نمیشه با کسی گپ بزنه. این موضوع خانم ملدا را ناراحت ساخته. واقعا بسیار قهر بود. کم ضرورت داره که تنها باشه. بله آقا بروک. دادلیه منتظرتان هستم آقا عمر. چی وقت میآین؟ درست است میآیم. باز دادلیه میبینمتان. به خاطر تغییر دادن تصمیم خود ناوقت نکردیم همونطوری؟ عروس زبانت قطع شده؟ مقصد چیز که آمده نمیتونه؟ چی مادر جان؟ امشب اونا به اسما و چتن اما چیزه میگن. اوه اونا انگشت خود همراهش خواهد خوردن. بسیار خوشمزه معلوم میشه. مادر چی شده؟ درباره چی فکر میکنی؟ اگه همه چیز برعکس شوه بسیار خوش هستم که به اسما و چتنم نزدیک میشم. اگه از ما دور برد. مادر جان اقدر ناامید نباش لطفا. به دست آوردن قلب اونا اقدر هم سخت نیست. اونا را که در بغل بگی و سرشان ببوسی تمام قهرشان یادشان میره. انشالله دخترم انشالله. خب دیگه زیاد کار داره. حال کجا هستن؟ نمیفهمم. شاید در خانه سحر باشن یا در جای کار چنار. کجا میرین مادر؟ دیگه کجا برم؟ میرم که چنار از زندگی خود دور کنم. تو هم همراهم بیا. ملدا وکیل خدا روان کرده. خودش نمی آید. اقدر مطمئن نباشین آقا براک. زندگی پر از خوشیات. براک ملدا معذرت میخوایم براک. تو حق به جانب بودی. اگر هنوزم میخوایی که طلاق بگیری تو را واقعا درک میکنم. اما اگر برابطی ما ادامه بدی باز میتونم که حتما تمام اشتباهات خودت جبران کنم.
میخوری چتن؟ نه که خوشت نامد. این شیرینی اضافی بود دلم نمیشه، زیاد شلن نشو. خودت میفهمی. اما من در زندگیم اینقدر یک چیز خوشمزه را نخورده بودم. با خدا گگنه پشیمان میشی. نوش جانت. بفرمایین آقا. چون عجله داری چتن؟ یه قهوه می نوشیدیم باز میرفتیم. برات گفتم که پیش خاله عایشه میرم. درست است. کجا میری؟ ما تا تشناب میرم زود میام. یک بار تو بی چیز خود کم نیست اما تو نه؟ مادر جان همه چیز درست است. دمیز یک گل میمانه من قصی بسیار مقبول معلوم میشه. امروز بدون گل نان میخوریم خیره. قلبم بسیار میتپه. فکر میکنم وقت اونا بیاین گپ زدن نخوتانستم. او قسم چیز نمیشه، همه چیز خوب میشه، تشویش نکن. خدا را 1000 بار شکر که مثل تو یک اولاد برم داده. خداوند برم نصیب کنه که چتن و اسمارم همه قسم داغوش بگیرم انشالله. چتن چی خود کردی؟ تو چطور پولا میپردازی؟ آفرین چتن آفرین. حالا چطور میتونی از این جنجال نجات پیدا کنی؟ ما و ترگوت زیاد برش گفتیم اما بازم زد کرد. هیچ از گپ خود تیر نشد. شما خانم شاور تا حالا چی کردین که حالا میخواستین او را بفهمانه؟ اگه شما میدیدین که چنار چقدر در تصمیم خود جدی بود بازی گپ نمیگفتیم. هنوز در دنیا کسی پیدا نشده که در مقابل من استاد شده بتانه. چنار خو هیچ چیزام نیست. اگه مثل او ستای دیگام بیایه مانع ما شده نمیتونه. حالا خواهدید که آسیا مادر کی است فهمیدی؟ لیره کم است. حالا ما چی خود کردم؟ چطور یه پولا بپردازم؟ چطور؟ چتن؟ اوکان؟ تو اینجا چی میکنی رفیق؟ خداوند تو را پیش ما روان کرده. چطور هستی؟ چطور هستی بیادر؟ خوب هستم. خیرت باشه چی گپ است؟ شما برین من میایم. خیرت است؟ بیادر هیچ نپرس. همراه 2 دخترم آمدیم اما 200 لیره کم بود کردیم. نمیفهم که پول چه قسم پرداخت کنم. میشه برام قرض بدی؟ تو با تو هم درباره چی تشویش میکنی؟ من فکر کردم کدام گپ دیگه. اینا بگی؟ بسیار تشکر بیادر. خداوند کمت نکنه اوکان. استغفرالله. یگان روز بیا که یگان چیز بنوشه. ما حالا میرم داخل. درست است. با امید دیدار. با امید دیدار. تو چرا قدر ناوقت آمدی چتن؟ من اینجا تنها ماندی. آمدم جانم آمدم. تو بخششی نمیمانی؟ خب میشه که بریم سرمام ناوقت میشه. درست است میریم. چتن یک بار دیگه من اینجا بیار. درست است اینجا زیاد خوشم آمد. البته که میارمت جانم. تاجیکستان به پیش همیشه به پیش، وطنی جان به پیش همیشه به پیش، ملکی جانان به پیش همیشه به پیش.